سلام بیننده عزیز و گرامی، باز با توجه شما ادامه سلسله برنامه نابغه دوران از تلویزیون 7 ستاره منظورتان میگردد. بینندگان عزیز، ما این نوبت درباره حیات سنگین و پرمشقت ولی پرمحصول نویسنده بزرگ تاجیک، دارنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی ساتیم الاغزاده صحبت خواهیم کرد. زیرا این شخصیت نوتکرار با متانت و اراده و با عقل سالم و استعداد بلند به اهل علم و ادب و نسل آینده ملت تاجیک آثار گرانبهای را میراث گذاشته است. ساتیم الاغزاده دویمی سپتامبر سال 1911 در دهه ورزیک ناحیه چوست وزیر ولایت نمنگون جمهوری ازبکستان در اویله دهقان به دنیا آمده است. مادرش زنی باسواد بوده گاهی مشق شعر میکرده است. ساتیم الاغزاده در سن 9 سالگی از مادر و در 10 سالگی از پدر بی‌نصیب میماند. بعداً وی در مکتب اصول نو که در چوست تشکیل شده بود به تحصیل فرا گرفته می شود. سال 1925 به صف دانشجویان دارالمعلمین تاجیکی شهر تاشکند پذیرفته شده. سال 1932 آن را ختم می کند و یک سال در همین مؤسسه تعلیمی به کسب معلمی مشغول می شود. همچنین در سالهای در دارالمعلمین تاشکند تحصیل کردنش ساتیم الاغزاده با دانشجوی فاکولتت شرقشناسی اونیورسیتت آسیای میانه کلاودیا بلاگویشنسکaya دوستی پیدا نموده. بعدها با او ازدواج نمود و آنها صاحب 2 فرزند عزیز و نورخان گردیدند. ساتیم الاغزاده از شخصیت هایی که خب در ابتدای عصر 20 به دنیا آمدند و از تیپی معرفت پرورانی زمان نو شوروی محسوب می شدند و خب میدانی به فعالیت آمدنی ساتیم الاغزاده خب نیمه دومی عصر 20 می باشد که الکی خب در دارالمعلمین تاشکند تحصیل می کردند. در این دوره خب همچنین با فرا رسیدنی فضای نو سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور شوروی، خب با فرا رسیدنی دوره نو تشکل و تحول ملت تاجیک، ساتیم الاغزاده و شخصیت های امثال اینها به خدمتی خب ادبیات و فرهنگ و علم تاجیک روانه گردید. ساتیم الاغزاده سال 1930 به پایتخت تاجیکستان استالیناباد حاضر شهر دوشنبه آمده در اداره روزنامه‌های کمسومول تاجیکستان، تاجیکستانی سرخ و مجله برای ادبیات سوسیالیستی حالا صدای شرق فعالیت میکند. سالهای 1934 و 1937 وظیفه کاتب مسئول ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان را به عهده داشت. سال 1940 با اسپیرانتور انستیتوت ادبیات جهانی مسکو داخل گردیده جداً با فعالیت علمی می‌پردازد. سال 1941 برابر آغاز گردیدن جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941 و 1945 ساتیم الاغزاده به صف قوه‌های مسلح جلب می شود و تا سال 1944 در روزنامه‌ای که به فرانت غربی تعلق داشت فعالیت می نماید. ادیب سالهای 1944 از صف ارتش به عقیبگاه دعوت می شود و تا سال 1946 وظیفه رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان را ادا می کند. نویسنده از سال 1946 تا آخر عمر تنها به کار ایجادی شغل می ورزد. تصور کنید نیمه دومی سالهای 20 دوره تشکلی گفتیم ادبیات و فرهنگ نوین تاجیکستان، در این دوره مطبوعات تاجیک به خدمت ادبیات پرداخت و ساتیم الاغزاده از نفرانی بود که در نیمه دومی سده 20 در برابری خب فعالیتی روشنگرانه استاد عینی و دیگر شخصیت های این دوره خب کارش را در مطبوعات آغاز کرد. مثلا ما در مطبوعات این دوره از فعالیتی پوبلیسیستی و ادبیات شناسی ساتیم الاغزاده آگاه می شویم.
مثلا و گونه‌ای که ما چون خود شما هم امروز در آغاز صحبت گفتید که ساطم اولوقزاده نویسنده، اما ساطم اولوقزاده به میدان ادبیات ما نه همچون نویسنده آمد، بلکه همچون منقد و ادبیات شناس به فعالیتی ادبی شروع کرد و فعالیتی علمی و ادبیات شناسی و منقدی اولوقزاده در فعالیت او واقعا هم یک موضوع بسیار خاصی است. از سالهای 50 عصر 20 دوره صفت نو برای محیط ادبی و خواننده تاجیک بسا منفعت بخش ایجادیات ساطم اولوقزاده آغاز می‌یابد. وی چون پیروی سزاوار استاد عینی با تصویر بدیعی تاریخی پرفاجعه خلق تاجیک و شخصیت‌های بی‌نظیر آن کمر می‌بندد. این موضوع در آن زمان برای احیای خاطره تاریخی، خودشناسی ملی، بیداری و شناخت فرزندان فرزانه ملت و پیدا کردن احساس بزرگ وطن پرستی برای مردم تاجیک چون آب و هوا ضرور بود. این راهی بود که استاد عینی در ادبیات شروع کرد، ولی ساطم اولوقزاده آن را با متانت و بینش و کاوش چقورتر ادامه داد و صداقت و احترامش را به تاریخ ملت و فرزندان جان نثارش نشان داد. من با افسوس و تأسف نوشتم که ما در غفلت بودیم، شعاری صنفی و شعاری سیاسی ما گم کرده کور بودیم. در بین ما دشمن ها بودن، حتی در بین نویسندگان هم همین گونه دشمن ها بودن. من 2-3 نفر را نام گرفتم در همون مقاله. من اینو برای ندارم، لیکن همین قدر میدونم که اونجا حکیم کریم، اکرامی با 2-3 نفر دیگر که حذف شده بودن با عیبی دشمنان خلق. اولوقزاده همچون پرورده محیط ادبی تاجیکی هم از دنیای ادبیات کلاسیکی ما وقوفی تام داشت، هم از عالم قناعتمند ادبیات جهانی و روسی. همین دو زمینه امکان داد که اولوقزاده به صفت یک شخصیت کاملا تیپی نو تشکل یابد و از همین جهت هم خدمت‌های نظررسی او در رشد علم و فرهنگ تاجیکان قابل توجه می‌باشد که یک شخصیت دارای دانش کلاسیکی خودی و دانش اروپایی روسی داشته و خدمت ادبیات و فرهنگ پرداخته باشد. این خیلی مهم بود همین نکته. ساطم اولوقزاده بعد سالهای 60 با دشواری‌های زیادی روبرو گردید. پسرش عزیز که ختم کرده اونیورسیتت دولتی مسکو با نام لومانوسوف بود، آنجا به صفت آموزگار فعالیت داشت. سال 1967 هنگام سفری رسمی به هندوستان از سفارتخانه بریتانیای کبیر پناهگاهی سیاسی خواسته به خارجه مهاجرت نمود. بعد مهاجرت عزیز به خارجه و قبول شهروندی بریتانیا، ساطم اولوقزاده دچار تعقیب‌ها گردید و از صف حزب کمونیست رانده شد. البته قبل از اینکه او از حزب رانده می شود، سردمداران حزب کمونیست تاجیکستان ادیب را مجبور می سازند که به طور رسمی عزیز را عقد کند و از بحرش گذرد. اما ساطم اولوقزاده فرمایش آن سنگدلان را عملی نکرده، بلکه همه تحقیر و فشار معنوی را خود قبول می نماید. در نتیجه آن کوردلان آثارش را از چاپ باز داشتند. تعلیم ایجادیاتش را از برنامه و کتاب‌های درسی بیرون کردند. در مورد سبب‌های این گونه رخداد زندگانی خب ساطم اولوقزاده، علاقمندان تاریخ اون دوره، شاهدان تاریخ اون دوره، محققانی که در همون دوره فعالیت و زندگی اولوقزاده بودند، خیلی نکته‌های جالبی توجه را گفتند، در کتاب‌هایشان نوشتند.
خب اگر مختصرا گوییم یا البته با همون مهاجرت فرزندی ساتیم اولوغزاده و خارج کشور، اول در هندوستان و سفارتخانه هند می رود و از اونجا و در اونجا پناهگاه سیاسی می جاید و خب و دیگر حادثه هایی که مربوط به این هست خب رخ می دهد. اما مثلا وقتی که ما همین جدا در سری همین مسئله می نگریم، خب تمامی همون وقت نهادهای ادبی، نهادهای رسمی خب کوشش کردند که خب و سری اولوغزاده همه این حادثه را پرتویند و اولوغزاده را به خب تربیه کرده نتوانستنی فرزند خود در جامعه شوروی پیوست کنند. البته در همون دوره چون دوره پاتریوتیسم شوروی بود و یک دوره بسیار خاصی مناسبت به زمانه و بسیار یک دوره خاصی خب یک دوره پرتلاطم و پرآشوب هم بود. در اون دوره رخ دادن چنین حادثه ها البته بسیار بلاهای را به سری شخصیت ها می آورد که از این چیز ساتیم اولوغزاده هم استثنا نیست. خب بعد از این طبیعی است که موضوعی ساتیم اولوغزاده در تمام چهاربینی و جلسه های اتفاق نویسندگان در جامعه شوروی تاجیکی بارها مورد محاکمه قرار گرفته و خب این چیز عاقبت به آن آورده رساند که خب نام اولوغزاده از کتاب های تاریخ ادبیات، از کتاب های خب از تعلیم و تدریسش از دانشگاه ها برداشته شود. عیب یکم این بود که من برای ضررناک بودن فریدیسم را درست فهمان ندادم. و بعد تربیه کردم. تربیه خوب کردن نتانستم، نباید با 40 تربیت که به مکتب سنتی تربیه کرد و 12 سال در آیله من نبود، در مسکو بود، بعد در هندوستان به آخرت کار کرد. اونها هم تربیه کردن نتانستند. این همش این عیب ها بود به من نسبت داده شد. اگر در احیا و تشکل یک ملت صاحب تمدن قدیمه با نام تاجیک سهم بزرگمرد اکادمیک باباجان غفورов با تحقیقات سیاسی و تاریخیش زیاد باشد، پس ساتیم اولوغزاده در جوده ادبیات با اثرهای عالم شمولش همین رسالت را مردانوار انجام داده است. ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه بی‌زوال خود با نوعدالتی و بیگانه‌گرایی هم‌عصران خود و رو آوردن به نیاگان خود توجه خاصه ظاهر کرده باشد، پس ساتیم اولوغزاده در اثرهای الهیده خویش همین اقدام را با مهارت تام به اجرا رسانیده است. این را میتوان در رمان واسه و رمان فردوسی برالو احساس کردن ممکن است. بعد آنکه رمان واسه نوشتند و بعد پاوستی روایت سقوطی نوشتند و دیگر قدمی مهمی اولوغزاده در آفریدن سیماهای گذشته، مثلا در برابری رودکی، در برابری احمد دانش، این ابوالقاسم فردوسی بود. خب همگان میدونند که اولوغزاده تا آنی که رمان فردوسی آفرند، خب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را به نثر بازنویسی کرده بودند و این کتاب خیلی کتاب مهم هست. چرا؟ برای آن که مایلی مطالعه خواننده زمان نو را به شاهنامه بر این اثرهای پرقیمتی قدیمی بیدار میکرد مثلا. خب البته با سبب‌های بسیار زیاده مایلی مطالعه خواننده های شوروی دوره شوروی از شاهنامه بر این اثرها خیلی محدود شده بود. مثلا خواننده دوره شوروی
نه خیلی تعدادی کم چی خوانده است؟ شاهنامه رو به اصل خوانده است، به شعر، مثلا با همون 60,000 بیتی که فردوسی آفریده است بسیار تعدادی کم خوانده است. ما یک معلومات داریم که همین معلومات دیروز من از کتاب پروفسور عثمان جان غفاروف درباره ساطم الاغزاده دارم خواندم. همین در سالهای 30 در ادبیات تاجیک 2 نفر جوانانی بودند که شاهنامه را پوره از یاد می‌دانستند. یکی عبدالشکور پیر محمدزاده دیهاتی، برادری عبدالسلام دیهاتی که شهید جنگ بزرگی وطن کشتگی بود، و دوم ساطم الاغزاده. همین 2 نفر در سالهای 30 شاهنامه را پوره فرا گرفته بودند، از یاد می‌دانستند، نه فقط این مطالعه کرده بودند اینها. یعنی ببینید که این فراگیریشان امکان شناخت شاهنامه را بیشتر در دانش و جهانبینی ها فراهم آورده بود. از همین نقطه نظر یکی از زمینه‌های شاید فردوسی آفریدنی، رمان فردوسی آفریدنی ساطم الاغزاده در همین امر هم باشد. ساطم الاغزاده با همکاری دانشجوی فاکولتت شرقشناسی университети Тошкент Пунов повести сом ва дики Алексеевро аз руси ба тоҷикӣ тарҷума намуд ва ин тарҷума бо кӯшиш ва дастгирии устод Садриддин Айнӣ ба нашр расид. баъдҳо Сотим улуғзода ин соҳаро бо муваффақият идома дод ва чун сермаҳсултарин тарҷумон дар адабиёти садаи 20 тоҷик эътибор пайдо кард. тарҷумаҳои Сотим улуғзода аз ҷумла асарҳои ғурмагас соли 1931, ҳаёт давом мекунад соли 1935, одами милтиқдор соли 1940, гунаҳкорони бегуноҳ соли 1945, модар соли 1953, қуллаи Фудзияма ҳоло ҳам аз беҳтарин тарҷумаҳо дар адабиёти тоҷик маҳсуб меёбанд. ساطم الاغزاده همچون ترجمانی صاحب ذوق در ادبیات ما شهرتی نظررس پیدا کرد و فعالیت ترجمانی استاد الاغزاده هم واقعا یک موضوع بسیار خاصه است که خب ذوق و سلیقه مناسبت او را به ادبیات نشان می‌دهد. در سالهای 90 عصر گذشته вазъияти сиёсӣ дар ҷумҳурӣ рӯ ба харобӣ меораду Сотим улуғзода моҳи декабри соли 1992 хонаашро ба фурӯш монда ҷониби Москва кӯч мебандад. ҳолонки саломатии ӯ чандон хуб набуд. дасти рости солҳо қалам доштааш фалаҷ гардида варам карда аз кор монда ва хотираш сусту паришон шуда буд. бо ин кӯчбандӣ гӯё саҳифаи рӯзгори Сотим улуғзода дар пойтахти Тоҷикистон ба поён мерасад. акнун саҳифаҳои дафтари шарҳи ҳоли адиб аз охирин рӯзҳои соли 1992 дар шаҳри Москав оғоз мегиранд. ин саҳифаҳо фоҷиаи ҳамешагии нависандаро идома мебахшанд. дар Москав вазъи саломатии Сотим улуғзода то рафт рӯ ба бадӣ меорад. нависандаи 86 сола ба душворӣ гап мезад. бо каме гуфтугӯ худро хаста ҳис менамуд ва ҳамчунин нури чашмонаш заиф шуда буданд. бо ёрии ҳамсараш Любов Андреевна ва писараш Зариф роҳ мегашт. خب واقعا بعد اون واقعه هایی که در تاجیکستان شد آخری سالهای 80 الاغزاده به مسکو کوچ بسته بودند و دور از کشوری تاجیکستان زندگی میکردن با یک فرزندشان که ظریف نام داشت. خب و درست هم هست که آخرین عمری الاغزاده در مسکو بسیار در همون حالتی بیماری گذشت و از نخستین نفرایی که الاغزاده را عیادت کردند پیشوای ملت ما جناب عالی امام علی رحمان بود که خب در مسکو بیواسطه به عیادتی الاغزاده رفته. خب از حال نویسنده باخبر شده. خب و با نویسنده در همون حالت بیماری صحبت کرده که این
همه این واقعه ها در تاریخ نوین ما واقعا واقعه های خیلی مهم و مسرت بخش در مورد قدردانی شخصیت خدمت کرده چون ساتم اولوغزاده می باشد. نهایت 25 ایونی سال 1997 در شهر مسکو قلب عضو وابسته اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان، نویسنده خلقی تاجیکستان، دورنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی از تپش باز ماند. وقتی که خلق تاجیک از مسکو آوردن صلح و وحدت ملی را انتظاری میکشیدند و 27 ایونی سال 1997 این سازشنامه تاریخی به امضا رسید و روح ساتم اولوغزاده در آسمان وحدت ملی خلق عزیزش را جشن می گرفت. چون صلح تاجیکان سال 1997 در مسکو امضا شد، خب و وقتی که نمایندگان تاجیکستان از مسکو به دوشنبه برمیگشتند، جسد اولوغزاده هم به تاجیکستان آورده شد و واقعا هم جسد اولوغزاده خیلی مهم است که به تاجیکستان نصیب کرد و این خیلی همین تاریخی دوره آخره ما باید واقعا هم پاس داریم در برای آنکه واقعا هم یک نویسنده بسیار، یک ادیب، یک عالم تاجیک با اون همه خدمت ها ما احساس میکنیم که در کشوری دیگر فوتیدنش و در کشوری دیگر گوریش شدنش واقعا هم برای ما چندان مطلوب هم نیست مثلا. و ما شکر میکنیم که همین گونه امر به نصیبی اولوغزاده شد که امروز در تربتگاه لچاب خب روحی اولوغزاده خواب کرده است و علاقمندان تاجیک همیشه میتوانند خب به گرامی داشتی خاطره اولوغزاده به این تربتگاه بیایند. ساتم اولوغزاده یکی از نویسندگان بزرگ ملی ماست. در زمان او زیست و ایجاد کرد بسیاری از قلمکشان هویت ملیشان را زیر غایه های اینترناسیونالیسم پرولتاری پنهان می داشتند. با افاده دیگر فکر و اندیشهشان هدفهای مشخص ملی نداشت. ذوقشان را به ادبیات و فرهنگ بیگانه مطابق می کردند. در این روش ادبیات ما بیشتر تابع تفکر بدیعی غیر تاجیکی بود. در تاریخ ادبیات تاجیک این تابعیت نتیجه فشارهای سیاسی و فرهنگی بیگانگان بود که در بسیار حالتها با تفکر ملی ما تاثیر منفی هم گذاشته است. ولی در این جریان بودند نویسندگان و شاعرانی که هویت ملی و مخصوصیت‌های تفکر و اندیشه ملیشان را حفظ کردند و به این واسطه به احیای هدفها و آرمان‌های ملی مساعدت نمودند. یکی از این گونه ادیبانی که شخصیت و اثرش از آغاز فعالیت ادبیش سرشار از روح ملی، هدفهای ملی و غایه ملی بود، ساتم اولوغزاده می باشد. نمونه عالی خودشناسی هست آثار ساتم اولوغزاده و خودی اولوغزاده سیمبولی کم نظیری دلدادگی و فداکاری به وطن و خلق و ملت و کشور حساب می شوند. آثارشان برجسته ترین آثار خودشناسی و بهترین وسیله رسیدن نسل امروزی ما و خودشناسی محسوب می شود. واقعا هر کسی که آثار ساتم اولوغزاده می خواند واقعا در کوی خودشناسی خودش را باید احساس کند. بینندگان عزیز، طور در عرفیت می گویند هر آغازی را انجام است و برنامه نابغه دوران نیز به پایان خود می رسد. با آرزومندی تنصیحاتی و فیض روزگار شما برنامه را حسن انجام می بخشید. تا برنامه های نوبتی در پناه خدا باشید.